ولی ما میریم. یه موضوعی که خیلی ذهن من به خودش مشغول کرده، یعنی شده یکی از دغدغه‌های زندگیم، اینه که این فضای مجازی واقعا چیه؟ یعنی میخوام بدونم که 10 سال دیگه این تأثیراتی که رو ذهن من و شما داره چی هست؟ هرچی سعی میکنم باهاش مهربون‌تر باشم و اینکه بگم خب حالا یه وسیله یا یه تکنولوژی جدیدیه که حالا میتونم باید زندگی بهتری داشته باشم، نمیتونم باشه اینا رو بیام. به خاطر اینکه اعتیاد آوره، یعنی هر چیزی که اعتیاد آوره به نظر من خیلی نقاط منفی و تاثیرات منفی داره. مثل اعتیاد که شاید اوایلش یه حس سرخوشی بده به طرف مقابل یا هر آدم دیگه ای، اعتیاد به فضای مجازی هم خیلی میتونه تاثیرات منفی و دارکتری داشته باشه، چون به نظرم انقدر دست گذاشتن روی مسائل مختلف انسان، تشخیص دادن نقاط مثبت و منفی خیلی کار سختیه. یعنی شما در عرض نیم ساعت 100 تا کلیپ، 100 تا ویدیوی 10-15 ثانیه‌ای می‌بینی و اینکه متوجه این نیستی که مغزت چه برداشت‌هایی میتونه تو بلند مدت از اون داستان داشته باشه. در آن واحد هم ناراحتی، هم خوشحالی، هم میخندی، هم یه حس سرخوشی نشون میده بهت که مثلا تو اگه این کار بکنی خیلی موفق میشی و اینا. یه دوپامین کاذبی بهت منتقل میشه که خیلی هم کوتاه مدت و سریع از بین میره. امیدوارم که بتونیم کمتر استفاده کنیم، که بتونیم یه ذره نرمال‌تر استفاده کنیم این فضای مجازی لعنتی رو. اشتباهی که خود من تو زندگی میکردم، میگفتم اگه بخواد آدم خوش بگذرونه یا بدن سالمی داشته باشه یا ورزش بکنه، حتما باید پول داشته باشه. یعنی تو حتما باید پول داشته باشی، بهترین باشگاه رو بری، حتما باید پول داشته باشی، بهترین لباس رو بخری. همش دنبال این بودم که بگم که اگر هر کار مثبتی رو انجام نمیدم باعث و بالیش پوله. چه درختیه، خیلی بزرگه. تازه این فکر کنم رفیقشه که بالاش شکسته ولی هنوز باورجاست. آره، این هم بقایای این درخته بیچاره. چی داشتم میگفتم؟ آره، همیشه دنبال، یعنی این قضیه که این کار رو انجام نمیدم فقط پول بود دلیلش به نظر خودم. ولی الان اومدم اینجا، حتی ماشینم هم بیرون پارک کردم تو این پارک جنگلی به این زیبایی، با این صداهایی که میشنوین، صدای پرنده ها. واقعا 0 ریال برام هزینه داشت و مطمئنم حالی به هم دست میده بعدش و تو ادامه روزم که با هیچ چیزی نمیشه عوضش کرد. برای من که اینجوریه، نمیدونم، شاید برای شما نباشه، ولی دارم ذوق مرگ میشم به خاطر این فضا و این حالی که الان دارم. نمیدونم، هرچی فکر میکنم
نمیفهمم چرا آدم آشغال میریزن تو خیابون. از اون بدتر نمیفهمم چجوری میتونن آشغال بریزن این تو. یعنی آدم تو خونه خودش میتونه آشغال بریزه، ولی اینجا اصلا شدنی نیست. یعنی چقدر فکر میکنم که چطور میتونه آدم این کارو بکنه. فکر میکنم بزرگترین دلیلش ندانستن. من شاید اون آدم هم زیاد مقصر ندونم، بهش یاد ندادم یا نشنیده یا نفهمیده که این کار اشتباهه. فکر میکنم به این که خودم هم یه روزایی همینطوری بودم. نه راجبه خودم هم اینطوری بودم راجبه یه سری مسائل زندگی، بالا نه آشغال ریختن و کثیف کردن طبیعت، ولی توی یه سری از مسائل زندگیم واقعا نمیدونستم اشتباهه. یعنی ندانسته این کارو میکردم. فکر میکردم اگر من این کارو انجام بدم خیلی آدم باحالیم. میدونی چی دارم بهت میگم؟ خیلی آدم خفنیم. ولی بعدا فهمیدم که اینجوری نیست. اصلا اینطوری نیست. خیلی چیزا عوض شده. خیلی چیزا یواش یواش فهمیدم که مثل چیزا نه تنها باحال نیست بلکه خیلی هم زشته. حالا شاید بعدا توضیح بدم چه کاری. داشتم به این فکر میکردم خودم که تهران بودم. ببینید آتیش که روشن میکنید این ریشه ها رو میبینید، این ریشه ها میسوزه تو آتیش و به درخت آسیب میزنه. این ریشه ها این شاید خیلی جلوتر رفته باشه. تو شما هر کدوم از اینجا آتیش روشن بکنید امکان داره به این درخت ها آسیب بزنه. من داشتم اینو میگفتم که خودم که تهران بودم خب واقعا موقعیتشو نداشتم. این موقعی میرفتم مثل پارک ها یا انقلاب که حالا تارتان داره یکی از جای خوبی که میشه توی دلالت کرد. به فیلم که خب خیلی این موقعیت رو ندارم، حتی خیلی این زمان رو ندارم بخوام این کار رو انجام بدم. من خودم شخصا خب خیلی کمترین اتفاق برام پیش می اومد دیگه که بخوام برم یه جای خوش آب و هوا این کار رو انجام بدم، ولی پیشنهاد میکنم کسایی که حالا تو کلان شهرهایی مثل تهران هستن، به جایی هستن که همچین طبیعتی نداره، صبح زود واقعا هر جای دنیا که آلوده است برید بیرون. خب خیلی هواش بهتر است، حتی 8 صبح همونجاست. این صبحایی که تهران شما حتی تو اوج آلودگی 6 صبح پاشین، 5 صبح پاشین، یا حالا هر ساعتی قبل ساعت 7 هوا بهتره. حالا تهران رو میدونم که اطرافش جای مختلف هست، ولی میخوام بگم که چطور شما واسه رفتن یه مهمونی یا دیر و بازدیر فامیل یا هرکی مسافت طولانی رو برای که دوست دارید اون آدم رو ببینید طی میکنید، حداقل میشه این مسافت رو طی کرد واسه تنها کسی که در این دنیا همیشه همراهته، بهترین دوستته، کسی که یه عمر رو باهاش میگذرونی. یعنی خودت این سختی رو به خودت بدی که برای وجود خودت، برای جسم خودت حداقل یه ذره صبح بیشتر باشی. یه موضوعی هست که به نظر من جزو مهمترین مسائل زندگی هر آدمیه. ببینید دوستان، این مهم نیستش که شما چند سال عمر میکنید. یعنی عمر انسان چیزی نیستش که شما بخواید باش بسنجید که چقدر زندگی کردید. شما به اندازه‌ای زندگی کردید که خاطره ساختید، به اندازه‌ای زندگی میکنید که روزتون چطور متفاوت، روزتون چطور
با چه حالی، با چه کارهایی شروع میکنید و به اتمام میرسونید و میخوابید. خیلی مهمه. سعی کنید و همینطور سعی میکنم که خودم رو زدگی این بری برم، کار زیادی انجام بدم در روز. یعنی دیدی یه سری هفته سری روزا میگه چقدر زود گذشت. دلیلش اینه که یه کار یک نواخته انجام دادید. یعنی اون روزی که شروع کردین، اولا که یه کار تکراری انجام دادید، یه کار جدید انجام ندادید. دوما این که خیلی وقتا اصلا کاری انجام ندادید. میخوام بگم هر کسی که حالا کار میکنه، یه روتینی داره، برای اینکه زندگیش تکراری نباشه، برای اینکه چطور بگم بیشتر زندگی کنه، باید کارهای جدید و بیشتری انجام بده. یعنی اون روزایی که شما، هفته‌هایی که کارهای زیادی انجام میدید، هر چقدر هم سخته، اصلا فکر کن یه هفته خیلی سخت بهت گذشت، اتفاقای بدی برات افتادی، چقدر طولانی میگذره. مهم اینه که شما طول زندگیتون نیست، مهم اون عرض زندگی که شما هفته که میگذره به عقب نگاه میکنید، متوجه باشید که خیلی کار انجام دادید. اینه که زندگی شما رو میسازه. به نظر من کنم این صداهایی رو گوش کنم و لذت ببرم. واقعا خدا رو شکر. این دیگه ربطی به پول و وضع اقتصادی و اتفاقا تو این شرایطی که همه حالشون بده، البته به خاطر دلیل منطقی واقعا مثلا منکرش نیست کسی، باید یه سری حالا اینطوری به خودت بدی. یعنی پولدارترین آدم جهانم بهش بگی حاضری یه پا نداشته باشی، به جای 90% درآمد، 90% دارایی و سرمایه‌ات، مطمئنا اون پاش انتخاب میکنی. یعنی حاضره هرچی داره و نداره بده، ولی اون پا رو داشته باشه. پس مهمترین چیز جهان به نظر من اول از همه سلامتیه. تو هر چیزی داشته باشی سلامت نباشی نمیتونی لذت ببری. سلامتی هم نوع مختلفی داره. خیلی خوشحالم که اینجام میتونم راه برم، ببینم، گوش کنم. شاکر همه اینام. خیلی چیز مهمیه. کسایی که خیلی ناراحتن از بابت خیلی چیزا حق دارن، ولی مهمترین چیز اینه که فقط بابت چیزایی که دارن شکرگزار باشن. حتی آدمی که با معلولیته حالا به هر نحوی به دنیا میاد، نظر من بازم باید اون آدم شاکر باشه به خاطر وجودش در این دنیا. وجود آدم ها مهمترین سرمایه شونه. تو وجود داری، وجودت بی نهایت با ارزش، حداقلش برای خودت. درسته آدم میگن ما بین میلیاردها مثلا سیاره و ستاره و کهکشان های مختلف یه نقطه ایم و همه اینها، ولی قرار نیست این نقطه با ارزش نباشه اصلا.